قسمت امروز راجع به داستان کمپینگ خیلی ترسناک و آزاردهنده است. اما قبل از اینکه بریم سراغ داستان، اگه عاشق روایت‌های رازآلود و ترسناک و عجیب هستید، جای درستی اومد، به خاطر اینکه ما کارمون همینه و هفته یه بارم آپلود می‌کنیم. پس اگه این چیزا براتون جذابه، یادتون نره که تو کانال ما سابسکرایب کنید که آپلودهای هفتگی رو از دست ندید. خب بریم سراغ داستان امروز. خب بعد از ظهر 6 می 2008 بود که یه مرد 54 ساله به اسم ریکی ویلیامز قلابش رو انداخته بود تو آبهای دیزمال کریک و منتظر بود که ماهی بگیره. تا الان حدوداً 30 دقیقه بود که نشسته بود و خبری از ماهی نبود، ولی تمام امیدش این بود که شانس بیاره و بتونه امروز یه قزلالا بگیره. البته باید بگم که ریکی عاشق طبیعت بود و براش اصلا مهم نبود که چند ساعت بشینه که بتونه ماهی بگیره. ولی خب خودش و سگش واقعا امروز گرسنه بودن، به خاطر اینکه چند روز کم زده بودن و ذخیره غذایشون تموم شده بود و اگه امروز ماهی نمیگرفتن واقعا شاید چیزی برای خوردن نداشتن. خب برای توضیح فضا باید بگم که جایی که ریکی داشت ماهی میگرفت، یعنی همون دیزمال کریک، برخلاف اسم تیرو تاریکش در واقع جای خیلی خوشگل تو مسیر اپلیشن هستش. خب مسیر اپلیشن یه جای خیلی خوشگل بیشتر از 3500 کیلومتر توی سواحل شرقی آمریکا قرار داره. و جالبه بدونید که برای تمام کسایی که توی این مسیر میرن پیاده روی یه قانون نانوشته وجود داره و اون اینه که اگه توی این مسیر به کمک احتیاج داشته باشی، وظیفه بقیه کوهنوردا اینه که وایسن و بهت کمک کنن و یه قانونی که اونجا برقرار رو تمام کسایی که میرن کوهنوردی حواسشون به هم هستش. و خب ریکی هم از این قانون خوب مطلع بود و تمام امیدش این بود که با اینکه بارها و بارها قلابش رو انداخته بود و نتونسته بود هیچ ماهی بگیره، شاید یه رهگذر یا کوهنوردی از اونجا رد بشن و بتونن بهش یه ذره غذا بدن. خب همینجور زمان گذشت و نه خبری از ماهی بود، نه یه کوهنوردی که بخواد از اونجا رد بشه. اما یهو سگ ریکی که کنارش خوابیده بود شروع کرد به پارس کردن، انگار یه خطری رو اطراف احساس کرده بود. ریکی با شنیدن اون صدا اول خیلی خوشحال شد، گفت یه کوهنوردی چیزی داره میاد و میتونه یکم بهش غذا بده، ولی یهو ته دلش آشوب شد. باید بدونید که ریکی یه فرد مسن و لاغر بودش که این چند روز که کم زده بود، از اونجایی که غذای درست حسابی نخورده بود، تمام قوای بدنش به تحلیل رفته بود. به خاطر همین ریکی واقعا نمیتونست برای کسی تهدید باشه. ولی خب مسیر آپلیشن یه مسیر خیلی خطرناکه. خلاصه اینطوری بهتون بگم که تو چند دهه اخیر چندین قتل اونجا اتفاق افتاده بود. مثلا چند وقت پیش پایینتر از جایی که ریکی داشت ماهی میگرفت، یه فردی به اسم رندال لی اسمیت دو تا کوهنورد رو با چاقو کشته بود. پس با اینکه ریکی واقعا منتظر کمک بود، نمیتونست نگرانیاشو پنهان کنه، چون یه ظاهر ظریفی داشت و صحنه قتل هم همون نزدیکی بود. به خاطر همین ریکی گوشاشو تیز میکنه، حالت آماده باش وای میسته که یه مرد حدوداً 30 ساله کم کم نزدیک میشه و لابلای درخت‌ها میاد بیرون. همین لحظه بود که این دو تا مرد چششون میفته به هم دیگه. اولش که هیچی نمیگن، یه چند ثانیه به هم نگاه میکنن تا اون مرد میگه که سلام چطوری. همون لحظه ریکی واقعا یه نفس راحت میکشه، به خاطر اینکه ظاهر اون مرد نشون میداد که هیچ خطری ریکی رو تهدید نمیکنه. اون مردم خوش اسکات جانستون معرفی میکنه و میگه با دوستش اومده کمپینگ و الان اومده این دور و بر ماهی بگیره. ریکی هم بدون که بذاره و برداره بهش میگه خوشبختم، یکم غذا داری بهم بدی؟ اسکات هم میگه آره حتما، یکم چیپس و انرژی بار و این چیزا بهش میده و اونم شروع میکنه به خوردن. 2 ساعتی گذشت و اسکات و ریکی کنار هم وایسادن و چند تا قلاب انداختن و البته چند تا قزلالا هم گرفتن. وقتی کارشون تموم شد، اسکات ریکی رو برای شام به کمپشون دعوت کرد. از اونجا که ریکی هم غذایی نداشت بخوره، با خوشحالی اینو قبول کردش. وسایلشون رو جمع جور کردن و راه افتادن به سمت جنگل، همون مسیری که اسکات ازش بیرون اومده بود. همینطور که داشتن تو جنگل میرفتن، قلاب اسکات میگیره به یه درخت. هی باش کلنجار رفتن که درش بیارن، نشد که نشد. اسکات هم به ریکی میگه که اینو ول کن، همین مسیر رو تا ته برو، کمپو میبینی. اونم میگه مطمئنی؟ اینم میگه آره. همین که از لابلای درخت‌ها عبور کرد و رسید به محوطه کمپ، چش افتاد یه مرد خیلی غولاسا. واقعا جثه‌ش شاید 2 برابر یا 4 برابر اون چیزی بود که اسکات بودش. اونم وقتی که چشش به ریکی افتاد، از اونجایی که هوا تاریک بود و وسط ناکجا آباد بودن، یه دونه چماق برداشت و با نگاه خیلی تهدیدآمیز زل زد به ریکی. بهش گفتش که تو کی هستی؟ اینجا چیکار می‌کنی؟ ریکی هم با دیدن اون عظمت و جثه و هیکل دستاشو برد بالا، گفتش که منو اسکات فرستاده، نمیدونم جای درستی اومدم یا نه. همون لحظه بود که اسکات قلابشو بالاخره آزاد کرد و لابلای درخت‌ها اومد بیرون و گفت با دوستم شان آشنا شدی؟ با این حرف انگار خیالشان یکم راحت بشه، چوبشو گذاشت زمین و نگاه خیرش هم برداشت. ولی خب ریکی احساس می‌کردش که شان از حضور اونجا واقعا خوشحال نیست، هرچند که اسکات خودش اون اونجا دعوت کرده بود. حالا اسکات به ریکی اصرار میکنه برو کنار آتیش نزدیک شام بشین، واسه اینکه اون آشپز خوبی و ماهی رو خیلی خوب میپزه. ولی خب ریکی واقعا یه ذره معذب بود دیگه، میدونی، از این اصرارم واقعا یکم دلخور شده بود، ولی خب نمیخواست بیادبی کنه، به خاطر همین میره کنار آتیش نزدیک شام میشینه و با آتیش زل میزنه. اسکات ماهی رو میده به شان که تمیز کنه، خودش هم میره سمت کامیونشون که همون نزدیک پارک شده بود. موزیک میذاره و صداش هم تا ته میبره بالا. ریکی هم پیش خودش فکر کرد که این دوتا واقعا عجیب و گستاخن، چطور میتونن بیان طبیعت که هر کسی برای سکوت و آرامشش میاد بعد موزیک بذارن و صداش هم تا ته ببرن بالا. این واقعا یه جور بی‌احترامی به طبیعته. ولی خب نمیتونست چیزی بگه، به خاطر اینکه هم خودش هم سگش واقعا گشنه بودن، باید وای میسادن و اون غذاشون رو میخوردن. یکم که میگذره اسکات برمیگرده و 2 تا چاقوی بزرگ از جیبش در میاره، یکیشو میده به شان، یکم خودش برمی‌داره، میگه بشین ماهی
مایا رو تمیز کنیم. ریکی واقعا استرس میگیره، یکم به تته پته میفته و میگه میشه یه چاقو هم به من بدید که منم بتونم بهتون کمک کنم ماهی تمیز کنم. اون دوتا هم دست رد به سینه‌اش میزنن، میگن نه ما خودمون این کارو میکنیم. تا اینکه کار تمیز کردن مایا تموم میشه و ماهی رو میذارن رو شعله که بپزه. همین لحظه یه ذره اوضاع امن‌تر میشه برای ریکی برای آروم کردن خودش شروع میکنه حرف زدن. میگه که چطور عاشق طبیعت و با سگش هفته‌ها اینجا کم میزنه، چطور مراقبه میکنه، یه تجربه معنوی در طبیعت به دست میاره. بعد میگه که چطور مدیتیشن میکنه و توی طبیعت زمزمه میکنه که با آواز طبیعت هم صدا بشه و این حرفا. همین که ریکی داشت حرف میزد میگه که شان و اسکات دارن سر تکون میدن و به حرفش گوش میدن، ولی خب پیش خودش احساس کرد که الان این دوتا واقعا فکر میکنن که ریکی یه آدم خیلی عجیب غریبیه. همون موقع که واقعا احساس خجالت کرد که چطور راجع به احساسات درونیش و تجربیاتش با دوتا غریبه حرف میزنه، ماهی آماده میشه و ستایی شروع میکنن ماهی خوردن. وقتی بالاخره غذا خوردنشون تموم میشه، ساعت شده بود 8 شب، هوا تاریک شده بود و ریکی وقتش بود که برگرده سمت کمپ خودش. به خاطر همین از شان و اسکات تشکر میکنه و سگش رو صدا میکنه، با هم راه میافتن به سمت جنگل. اما وقتی که ریکی حدوداً 15 قدم از کمپ دور میشه، دو تا اتفاق همزمان میفته. یکی اینکه ریکی وای میسه به سمت عقب نگاه میکنه، یکی هم اینکه صدای خیلی مهیبی توی جنگل میپیچه. خب اگه تا الان چنل ما رو دنبال نکردید، برید دکمه سابسکرایب رو بزنید و برای ادامه داستان با من همراه باشید. بودن نیم ساعت بعد چند کیلومتر اونورتر جایی که شان و اسکات و ریکی داشتن با هم شام میخوردن، دو تا زن تو کلبهشون زندگی میکردن که یهو صدای کوبیدن در رو شنیدن. این وقت شب کی میتونه باشه؟ به خاطر همین یکیشون میره سمت تلفن که اگه لازم بشه پلیس زنگ بزنه، اون یکی هم میره آروم از پنجره بیرون نگاه کنه، ولی انقدر تاریک بود که چشش هیچی رو نمیدید. از اون طرف هم صدای مشتلگه در اصلا بند نمیومد. به خاطر همین آروم میره در رو از لا وا میکنه که ببینه چه خبره. چیزی که میبینه شوکش میکنه. یه مرد رو میبینه که خونی و مالی جلوی در وایساده بود، انگار که از مخزن خون اومده بود بیرون و دستش هم رو گردنش بود. سری داد میزنه زنگ بزن 911، یه نفر داره اینجا میمیره. اون مردم قبل از اینکه بیهوش بشه فقط میگه دیزمال کریک. پلیس وقتی همه ماجرا رو میشنوه و میبینه، تصمیم میگیره یه سری نیرو بفرسته دیزمال کریک ببینه چه خبره. پلیسا تو راه پرپیچ و خم کوهستان بودن که یه کامیون رو میبینن. اول که کامیون پلیسا رو میبینه وای میسه، بعد یهو شروع میکنه گاز دادن و از جاده منحرف میشه و چند تا غلط میزنه و پرت میشه. پلیس با اینکه هیچ ارتباطی بین این کامیون و اون مرد زخمی نمیدید، ولی به نظرش یکم اوضاع مشکوک بود. خلاصه میرن پایین و میبینن تو کامیون یه مرده، اونو میکشن بیرون و مرده هنوز زنده بوده. زنگ میزنن آمبولانس میاد میبرتش. ولی خب همونطور که گفته بودم پلیس به این راننده مشکوک بود، به خاطر هم یه افسر رو با آمبولانس میفرسته سمت بیمارستان. خلاصه که پلیس راهشون ادامه میدن، شروع میکنن اون اطرافو گشتن ببینن که میتونن سرنخی چیزی پیدا کنن یا نه، که میرسن به یک کمپ. اما اون کمپ اسکات و شان نبودش، یه کمپ دور افتاده بود. خیلی هم عجیب و غریب به نظر میومد که صاحب کمپ حال روز روانی خوبی نداره و ممکنه یه آدم خطرناکی باشه. پلیسا که میرسن به کمپ، لبه چادر خیلی با احتیاط بالا میذارن که ببینن چه خبره. توش هیچ کس نبود، ولی توی اون چادر حدوداً 30 تا چاقو با سایزهای مختلف پیدا میکنن. البته کلی لباس زنانه و بچگانه و مردونه با سایزهای متفاوت، چندین عینک طبی و همچنین 8 تا شورت زنونه پیدا میکنن. یه نقشه پیدا میکنن که روش جاهای متفاوتی علامت زده شده بود بدون که هیچ توضیحی در موردشون بده، و یه دونه نوار کاسکت پیدا میکنن. وقتی اون نوار کاسکت رو پلی میکنن واقعا رعشه به تنشون میفته. صدایی که ازش پخش میشه یه چیزی مثل آواز کشدار بودش، مثل یه ریچوال یا مثلا آینه شیطان پرستی یا همچین چیزی. اما خب بازم این چیزی رو ثابت نمیکرد. کمی که جستجو میکنن یه دونه کاغذ پیدا میکنن، یه دونه برگه تولد، و این میشه که رعشه به تن تمام پلیسا میفته، چون همه اونا اسمی که توی اون برگه بوده خوب میشناختن. و البته هویت صاحب اون شناسنامه کلید تمام اون رخدادهای نامرتبی بود که اون شب رخ داده بود، از اون صدای مهیبی که ریکی شنیده بود تا اون مردی که با ظاهر خونالود جلوی در اون دوتا زن ظاهر شده بود، تا اون کامیونی که به صورت خیلی مشکوک رفت سمت پلیس و بعدم تو دره واژگون شد. و همه این ماجرا با یک نفر به هم پیوند می‌خوردن. چند ساعت پیشتر وقتی که ریکی از کنار آتش بلند شد، اون دوتا خدافظی کرد و سمت کمپ خودش راه افتاد، صدای انفجار مهیبی اومد. اولش شان و اسکات خیلی مات و مبهوت به هم دیگه نگاه کردن، چون دیدن که صورتشان زخمی شده و همینطور داره ازش خون میاد. حالا چرا؟ چون ریکی با اسلحه‌ای که تو دستش بود به سمت شان شلیک کرده بود. در حالی که شان و اسکات با ناباوری به هم نگاه می‌کردن، ریکی همینطور میدوه به سمتشون و بی هدف بهشون شلیک میکنه. شان که صورتش زخمی شده بود میفته روی زمین و اسکات که هنوز هیچ زخمی بر نداشته بود میدوه به سمت درخت‌ها. ریکی میدوه دنبال اسکات، دو تا گوله به شلیک میکنه، یکی میخوره به گردنش، یکم میخوره به پشتش، ولی اسکات تسلیم نمیشه. همینطور به دویدنش به سمت جنگل ادامه میده و از کمپ دور میشه. ریکی حوصله نداشته بیفته دنبال اسکات، برمیگرده سمت کمپ. اونجا شانو میبینه و به سینه‌اش یه گوله شلیک میکنه. ولی خب شان واقعا یه آدم هیکلی بود، با اینکه دو تا گوله بهش خورده بود ریکیو به زمین پرتاب میکنه و میدوه سمت جیپش و از اونجا دور میشه. همونطور که شان داشته با اون حال خرابش اون جاده پرپیچ و خم میرفته، چشش میفته به اسکات، ترمز میکنه و اسکاتو سوار میکنه. همونطور که با اون حال خرابشون داشتن تو اون جاده رانندگی میکردن، چششون میفته به یه کلبه که کلبه همون دوتا زن بود. اسکات ترمز میکنه و از ماشین پیاده
برده میشه که کمک بگیره، ولی شان انقدر حالش خراب بود که توی ماشین باقی میمونه. خلاصه وقتی پلیس و آمبولانس میرسه هم شان رو هم اسکات رو به بیمارستان منتقل میکنن. اما راننده اون کامیونی که جلوی چش پلیس واژگون شده بود کسی نبود جز ریکی ویلیامز. البته ریکی ویلیامز اسم واقعیش نبود، خودش رو اینطوری به گردشگرا معرفی میکرد و اسم واقعی اون همون اسمی بود که رو گواهی تولد پیدا کرده بودن، رندال لی اسمیت، همون قاتلی که توی سال 1981 2 نفر رو با چاقو توی اون منطقه کشته بود، ولی فقط 15 سال بعد از زندان آزاد شده بود. خلاصه اینکه از سال 1996 که آزاد شده بود 10 سال پابند الکتریکی داشته و مادرش خیلی آروم و بدون دردسر زندگی میکرد تا اینکه تو سال 2008 اون پابند الکتریکی از رو پاش در میارن. اونم که پول کافی نداشت که یه جایی رو به خود بر خودش اجاره کنه، وسایلاشو جمع میکنه و سگشو برمی‌داره و وارد آپالایشن میشه. هیچ کس نمیدونه که چرا رندال تو سال 1981 اون دو تا کوهنورد رو چاقو کشتش یا اینکه چرا تو سال 2008 به شان و اسکات با اسلحه شلیک کرده بود. ولی خب همه میدونیم که رندال از نظر روانی که آدم درست و حسابی نبود. شاید فکر کرده بود که شان و اسکات به محیط جنگل خیلی بی‌احترامی کرده بودن با صدای موسیقی بلند و این حرفا، به خاطر این بهش برخورده بود، تصمیم گرفته بود که یه درسی بهشون بده. ولی خب همه میدونیم که شان و اسکات عمدن بی‌احترامی نکرده بودن، چون وقتی چششون به رندال میفته فکر می‌کردن یه آدم الکلی و بی‌خانمانه، دلشون به حالش میسوزه و تصمیم میگیرن که اون شب برای شام دعوتشون کنن که این ماجراها پیش میاد. و از اونجا که یه مرد پیر و لاغر بود واقعا تهدیدی برای خودشون نمیدیدن، گفتن که یه دونه همنشینی داشته باشن و شبو با هم بگذرونن. و اما اون کمپ عجیب و غریب قطعا کمپ رندال بودش. اون زمزمه‌ای که تو اون نوار کاسکت شنیده بودن مثل آینه شیطان پرستی، در واقع صدای مراقبه‌ای بوده که رندال داشته تو طبیعت انجام میداده و یه جوری به قول خودش داشته ادای احترام میکرده به طبیعت. و اما راجع به اون لباسا و شورت زنونه و عینکی که پلیسا پیدا کرده بودن، پلیس میره دی ان ای تمام اون اقلامی که پیدا کرده بود و با دی ان ای افرادی که حالا یا خانواده اون افرادی که مفقود شده بودن تو اون اریا مطابقت میده، ولی هیچ کدومشون با هم تطابق پیدا نمیکنه. از اون طرف میرن تمام اون نقاطی که توی اون نقشه علامت گذاری شده بود و میگردن، ولی هیچ نشونه از خشونت غیر از اون دیزمال کریکی که اتفاق افتاده بود توی اون مناطق پیدا نمیکنن. اگرچه که پلیس واقعا مطمئن بود که پای قتلای بیشتری توی این قضیه در میونه، ولی خب پلیس نمیتونه راهی به جایی ببره به خاطر اینکه این رندال فقط 4 روز بعد از اون اتفاقی که تو دیزمال کریک میفته میمیره. اونم به خاطر لخته خونی بود که به خاطر تصادف توی مغزش ایجاد شده بود و اینطوری میشه که نه اعترافی میکنه و نه هیچی. خب امروز شان با یه زخم عمیقی که روی صورتش و روی سینه‌اش هستش و اسکات با زخم عمیقی که روی گردنش و پشتش هست هنوز زنده‌ن و با هم میرن توی همون منطقه برای کمپینگ. خب اگه تا اینجای داستان با من همراه بودی خیلی ازتون ممنونم. تا بعد میبینمتون. نه صبر کنید. اگه عاشق داستانای رازآلود و عجیب هستید یادتون نره که اینجا کلیک کنید.